درمان بعد از 40 سالگی یا پیشگیری قبل از 40 سالگی؟ این یه صحبته که خیلی نظرات مختلفی راجع بهش وجود داره. به مرور زمان با افزایش سن، کلاژن پوستی کاهش پیدا میکنه و این مسئله باعث کاهش آبرسانی، خشکی پوست، افزایش منافذ باز، افزایش لکه‌های پوستی و افتادگی پوست میشه. بعضی وقتا داشتن روتین‌های مناسب پوستی و لایف استایل مناسب میتونه به تأخیر این مسئله کمک بکنه. ولی در نهایت همه ما دچار آسیب‌هایی بعد از سن 40 سالگی به پوست خودمون خواهیم بود. تزریق جوانسازها توی صورت از سن 25 سالگی به بعد باعث میشه که ساخت کلاژن افت خیلی شدیدی رو تجربه نکنه و پوست توی یه وضعیت نسبتا متعادلی قرار بگیره. همزمان افزایش آبرسانی پوست کمک میکنه که منافذ پوستی هم به خاطر جذب رطوبت محیط خیلی باز نشن و چروک‌های ریز هم روی پوست ایجاد نشه. تزریق جوانسازها در واقع کمک میکنه که پوست شما توی همون جوانی خودش باقی بمونه بدون اینکه چهره شما تغییرات زیادی رو تجربه بکنه. این باعث میشه در سنین بالاتر شما نیاز به مقادیر کمتری از درمانهای پوستی داشته باشید و اگر هم نیاز باشه کاری انجام بشه، نیاز به درمان تهاجمیتون کاهش پیدا میکنه. این جوانسازها میتونه با توجه به نظر پزشک برای شما انتخاب بشه و توی عمق مناسب پوستی براتون تزریق بشه و معمولاً هم نقاهت خاصی نخواهند داشت و پوست شما رو خیلی به صورت طبیعی جوان نگه میدارن.